اعتراض بکنید، بخواید بچه‌های خودتون رو در ایران اعدام کنند بعد اعتراض بکنید. اون مرد ایرانی که در ایران اعدام میشه مثل شماست. اون زن ایرانی که سنگسار میشه و اعدام میشه از شماست و برای شماست. بلند شید اعتراض کنید. خاک بر سر ملتی بکنند که منتظر چراغ سبز امریکاست. بلند شید با عشق بلند شید و برید توی خیابون. به مال شما، به جان شما، به ناموس شما، به فرهنگ شما تجاوز شده. حق دارید برید توی خیابون اعتراض کنید. یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟